سلام دوستا، نام ما عبید است و شما چینل ما را میتونید به نام عبید خان. از این بعد کلیپ های جور خود کرد و برنامه های خود داشتم در یوتیوب چینل دیگه. از اینکه ما را حمایت بکنین، لایک کنین و سابسکرایب کنین و ممنونتان خواهد شدم دیگه. امروز من در امریکا زندگی میکنم، در نیویورک زندگی میکنم و تقریبا 3 سال میشه در امریکا آمدیم و میخوایم که جای خوب از این شهر به دیگه افغانای خود نشان بدم. اگر بخواین به این شهر بیاین و بخواین به خاطر سفر و یا به خاطر سیاحت جایی را خود بخواین ببینن، میتونن به همچون جاها بیاین. ما بعد از این تمام برنامه خود از طریق می چینل و دمی کانال شما خود بیننده بوده و تشکر از حمایتتان و برادر کوچکتان هستم دیگه. امروز آمدیم به یکی از پارک های نیویورک و این دوستم هست و این میخواه بازی خودم میتونه براتان معرفی کنه و شما میتونین فعلا همراه از این گپ بزنید. You can talk. You can speak whatever you want. Just ask people to come around in this park. Like, where is this park? Hempstead, which location? Lake Hempstead State Park. Come and visit this location. It's beautiful. Beautiful day today. Nice and breezy, sunny, not too hot. Pan around, show the park. Yeah. This is the park, and this is the Gilbert car too. Like, it says car, and ما همراه دمی موتر آمدیم و فعلا حال داخل پارک میریم دیگه. دوستای ما هستن همراه ما دیگه. روز خوبی است، روز است که ما میتونیم یک کمی همینجا لذت ببریم دیگه. گل هم هست همراه ما، نام از گل است گلبرت، مکمل نامش است. یک بهترین دوستای ما هستن و در جایی که ما کار میکنیم همراه ما هم کارم هستن دیگه. آمدیم فعلا به این پارک و خدا کنه که پارک خوشتان بیاد. و در جای خوبی که داره این پارک، جای ششتن داره. شما ضرورت به یعنی به چیزایی که البته لازم است، البته به خاطر ششتن چیزا ضرورت ندارین. شما میتونین اینجا جایی هست که به حساب یگان پختن دیگ و یگان کباب و چیزا که بخواین بتونین کده میتونین. اما اینجا جای بهترش دیگه و دیگه یگان چیزای دیگه هم داره به حساب کباب کردن. جایش اینی خوبش است، خوب جای است به حساب کباب که میتونین کباب کنین دیگه. جای بسیار خوب است، جای خوب دیگه. میتونین که طریق دی خوب با مثلا به جایی که ضرورت شما به کورا و بی چیزا ندارن، فقط یگانه چیزی که شما میتونین سیخه بیارین، گوشت بیارین و کبابتان همینجا میتونین تیار کنین و زغال دیگه. فعلا اینجا جایی است که ما آمدیم دیگه. جای بسیار خوب، پارکینگ وسیع داره یا پارکینگش کلان، جایش بسیار آزاد است دیگه. جای خوبش است دیگه. میریم پیش ببینیم که اونجا دوستای ما هستن همراه ما، همراه ما همراهشان خواهد گپ بزنیم. سلام علیکم. به نوبه خودم معرفی کنین همینجا. Yes, yes. I don't understand, but yes, yes. Okay. نه یو که تقبل زن معرفی که معرفی یعنی اقبل تعلق ہوا ہے. My name is Saqib Kareem. I am from پښتو کې ہوا ہے، خبرم نه I ده. am from Pakistan, Peshawar. دا چې دلته راغلی یو ماشاءالله او دلته مونږ چې کوم د ټول فرینډز یو، هارون بھائی دی، عمران بھائی دی، مصطفی بھائی and Gilbert. Gilbert bhai. Yeah, our best friend. Yeah. So دلته راغلی یو نن انجوایمنت لپاره. دا مزه چېرته پاکستان کې علاوه دلته نه وي، خو به ځای چې دلته به ځان په خپله ټایم وباسئ، ټایم به وباسئ. افغانستان کې، پاکستان کې چې کم خوند دي، کم مزې دي، هغه دلته هغه نشته، خو به ځای چې ټایم به وباسو
Yeah. बताओ ना And Imran bhai, आप इमरान अभी भाई क्या आप बना अपने रहे काम हो? कराएं पंजाब आप कराएं जी अस्सलाम वालेकुम इमरान नाम मेरा लाहौर से पाकिस्तान उबैद भाई के लिए आज इकट्ठे हुए हैं उनकी Thank you. सालगिरह मुस्तफा भाई سلام نام من مصطفی است امروز آمدیم به خاطر یک تفریح به خصوص سالگیری و جان بود خواستیم که یکمی جای بگذاریم تشکر. برادر مورو ब्रदर हारून भाई मुझे मेरा नाम मोहम्मद खान है और मैं अपनी दोस्त के साथ ये मेरा बहुत अजीज दोस्त साकिब भाई इमरान भाई मुस्तफा भाई मुस्तफ़ा भाई और उबैद खान गिलबायत भाई उसका जो भी नाम है मैं क्या क्या नाम इसका गिलबर्ट गिलबर्ट हम सब मिलके यहाँ ये पिकनिक बना रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये देखें करीब लेके आए कि भाई ये हम आप कुकिंग हाय 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 करके दिखा रहे हैं ओए होए 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 नो 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 प्रॉब्लम इट्स ओके هم آشپز ما هست یک ذره ضعیف است دیگه با معذرت ما را قبول کنین چون آشپز که هست دیگه خب یه آدم هم میفهمن دیگه که ما از تمام چند کشور گفته نمیشه 2 کشور گفته میشه دیگه اومدیم به اینجا امروز با تفریح دیگه क्या अरुण भाई आपने क्या अमेरिका में क्या पाया क्या कुछ मजा यहाँ पे आया आपको कि नहीं बहुत मजा आया यार मजा है ना जब से लेकिन मैं जब आया आप हूँ, इकट्ठे जाओ इकट्ठे हो इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है बिल्कुल। यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है लेकिन हम टाइम निकालते हैं यार प्लेट लाओ प्लेट लाओ प्लेट लाओ प्लेट लाओ इसमें हलवा हुआ है उसको खिलाओ यार उसको खिलाओ उसको दो उसको भी चिकन देखो, हलवा। बंद कर दो उसको गलकार भाई باش که ببینه تحصیل میکنم و نام تعلیم قبول دارم جمشید نامی همون جمشید خب نام when he convert he said that he will change your name to Ali Ali محمد علی yeah he will دیگه آمدیم اینجا اونا کباب هم تیار دارن دیگه اینجا اگه اون چیزکای دیگه هم آوردیم هر چیز داریم دیگه یعنی سودا و اینی چیزای ما هست اینجا کل چیزای ما دیگه نان هم داریم اونجا یک جایی که میتونی حداقل تفریح کنیم دیگه اما جای به وطن آدم نمیرسه هیچ جای به جایی که آدم پیدا میشه هیچ جایی نمیشه اما بازم ما در شرایط غربت و مسافری کوشش میکنیم که بتانیم از هم خوبی های از این وطن کس استفاده بکنیم و حداقل یک کمی تفریح بکنیم حداقل یک کمی بتانیم لذت ببریم یک ذره استرس دوری از وطن از سر خود کم بکنیم یک ذره استرس و مشکلات که هست از قبال هر چیز در وطن ها و شما دوستا خوبتر میفهمین دیگه بازم به هر حالت شکر خدا را شکرگزار هستیم که جان ما جور صحتمند هستیم اما یک چیز دیگر متوجه شدم این درخت ببینین چقدر مقبول است این همه تو رفته بالا دیگه چقدر مقبول چقدر خوبش همه تو یک شرایطی همه تو نمیفهم که همه تو رخ نکده اون بالا دیگه همه تو مانده دیگه خب قدرت های الهی است خداوند همه چیز که پیدا کرده نعمت های الله است دیگه از الله شکرگزار هستیم به هر حالتش دیگه اینجا آمدیم دوستا دیگه ببینیم که بریم پس پیش دوستای ما دوستا اونجا هستن دیگه فکر کنم آمادگی نانی چیزا را دارن دیگه ما هم آمدیم به این طرف
دیگه جای خوبی است، جای خوبی است، جای زیبایی است. Sorry, bro. You are speaking multiple languages, bro. I'm really sorry. Okay, look, no. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. You know, they learn from here. Some of the voices are very. Everybody can. पसंद आएगा. पता उसे क्या सी मना आगा फजूल लगा अब मसाला या छोड़े था. निकी देता होने दिया छोड़े का ना. देता. देता मत छोड़े दे. ये इधर होगा वो कच्चा। यार उन्होंने तो इसमें भी डाला हुआ है. अच्छा उसमें भी डाला। हाँ इसमें भी डाला हुआ है. सब में डाला उसने। अरुण भाई ने क्या कोई चीज ये खाली काम करे। खाली काम करे. बस हम तो सिर्फ होगा। आओ दम सही था. टूट जाता हर सो जाता. डालेक नोरम पाँच। मामी नो. हलवा यूं चत्तो. तोरा जाल के. हाँ यार. तो सेट करो नीचे के फिर रखें. वैसे मेरे ख्याल में तो सेट है. और जरूरत नहीं है. ओ नीचे डाल दो कहीं दो Put it over there. This is a good guy. Where is that thing? कमाल रहता है यार. Okay. Uși la partă, ce ya? Ore angura. Ore angura कौन है वो पूरा ऐसा. No, go like this. No, let me clean it over there. No, just clean it. You want to clean it. और मैं क्यों नहीं बोल चलो यार क्या करना है इसको और करी डालें मेरे ख्याल में ठीक है. नहीं तो थोड़ा मिक्स करें इसको. हाँ थोड़ा मिक्स करो यार कोयलों को. और नहीं डालते. लाओ कुछ यही है यही इसी से करेंगे इसी से. इसको उठाओ. चलो ठीक है बहुत है. चलो रखो इसको ऊपर. I need to get one of those brushes too. Yeah, you need the brush. मेरे ख्याल में ये पहले इसको कोयला बना के फिर उसके बाद अभी तो ये इसको देखो ये फोगी हो रहा है. ये धुआं देखो. अभी तो उधर ब्लैक है नहीं वो काला हो गया है यार. फोगी बहुत छोटी है ना. खुदा से सीधा बतावे सीधा ना देखो फिर आसान कार है ना पर फर्स्ट सेट बंदे पे आड़े सीधा आ जाओ अवश्य खुदा अवश्य. Right now, देखिए वो पल जाले भाई दबे के भाई बल जाले finished. वीबा नरे जाले भाई खामखा. Did you have the box of this? We have the box for that? No. There's only You one just thing. brought That this this one. thing is only one. هغه یوازې دم دغه راوړی ده بس. What do you mean, like the grill? Yeah, the grill is. I think that there is another one grill. There's one underneath that where you, yeah. No, that is That's for the coals, yeah. دا داسې به کېږي چې یو وخت کې باید دا تاو کړي. لاس دقیقې دا دقیقه شاید باز کړه برش نه بتاو تاو دادن. کباب دیگه نمیفهم که چی خواهد شد. موضوع گپ میزنم که لگه هرم منده کجا کیا خبر نه که شما دوستایی رسایی دارید.
کار کیدو چې دا ډیر وشي کنه ما خیال بیخی پسیده بس ده کنه بعد دا قبات اپساید داون دا وړ گیا نه دا زغال بیخی وړ گیا उसमें और डालना पड़ेगा कोयला तो बढ़ गया गरम नहीं यहाँ कौमी का की गोश्त डालना रहता है वो बाहर गोश्त थोड़ा और डालो साकम भाई फिर उसमें कोयला नसे गवे यो साइड ना कचो यो साइड ना पाखा चिकन बदा खुरेदा मजा के गया एक ही साइड से कचो एक साइड से पक गया काबुल के इसको पकड़ लो इसको पकड़ो ये उठा लो इसको साइड पे करे कोला इसमें और डाल दो वो लाओ हाँ ये दोनों गरम नहीं है दादा गरम है यूजिंग ये नहीं गरम नहीं है और गरम नहीं है ये देखा दो मुझे वो दो कोयला डालो ये देखो पंखा किधर है पंखा 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 इमरान भाई वो उधर रखे और आए इसके ऊपर वो टूटी खोलें टूटी फिर खोलें इसके ऊपर वो किधर गई बोतल کباب که تا پکه میشه जाकर کله چې پکه ونه کې هوا ورته ونه کې خدا خو نه کېږي داسې والا ور سر چې پټ کړي ګل میشه کله چې निकला आग से है नीचे है هم یا که پاس میگم قصاب که زیاد شد گاو آرام میشه लगाओ यार ऊपर लगाओ क्या वो हवा की तेज है कि उसने गर्म उसको भी दिल को भी ठंडा कर दिया है मैं देखा उसको आग में आराम से लग रहा आग उसको नहीं वो थोड़ी देर आग जितनी देर जल रही थी वो जल ही रहने दे इसको भी पकड़ेगी ये जो लिक्विड है ये भी उनके पास पड़ा होता है तो शॉप से ही दिया है हाँ उधर से लेके आया 4 फूट साकिब भाई सर कबाब बनी है कि नहीं कबाब तो नहीं बने अभी तो कोयला जल कबाबी है इमरान भाई ये कबाब खा के हमारा मैदे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए नहीं मैदा भी नरम हो जाएगा अच्छा सर कबाब ما خو کباب دیده بودم که پکه میکردی بازو کباب میشه زغال نه دیگه سر دور بسته میکنیم قرارش دیگه والا خود از پکه کنیم نه من تو میگم 5 हो गए होंगे रोमी और बादर मोहम्मद रसूल तो नहीं बंद हो गए 4 बजे पहुंचे हैं 5:10 हो गए छोड़ दो इसको मेरे को के बच्चे पकड़ जाएंगे साथ वो इल्जाम का खराब हो जाएगा कबाब रखो थोड़ा हवा दे दो बस ठीक है ये कोयला छोटा बना सकते हो जाए नहीं सब ये मुस्तफा की वजह से हो गया हमारा रोमी देखा तू मैं क्या विचार कर रहा है एक आरामी आया था कि सारे शो ही लोग
सलीम शाहीन है, सलीम शाहीन मदर से मुझे कहता है नहीं मत लगा, मत खुद ही लगेगा। अच्छा ये खुद ही लगेगा। दे दो मुझे, दे दो मुझे, ये देखो अभी आप पकड़ेगा कितना अच्छा ये زين شطوار نيجا بس كان شامل من شيء سوا يوجد مكانات كورورا قديدة باشي كوراي كبابي كمش بتشيش ولا ये बस होगा ना سامي ده يحتاج इसमें भी है ना, इसमें भी रख सकते हो आप थोड़ा। क्या हुआ? अभी नीचे से थोड़ा हवा अच्छा क्योंकि उधर वो है लेकिन हम लोग उसको बंद किया था। इससे क्या होता है? अभी थोड़ा हवा आएगा उधर से। ये सही है, ये बना हुआ है ये। और जो मैं तो होता रहेगा वो नीचे गिरता रहेगा, इसीलिए ना हाँ इसी के लिए लान देना मावा लगी दार रखी तो उसके लगाना उसमें रख दो उधर। अभी वो रख दे इसको कोयला अभी मिक्स करो ये बात। चलो लो रख दे। वो नहीं इससे होगा। चलो हाँ अभी हवा दे दो। ये अच्छा बन रहा है। हाँ ये अच्छा लग रहा है। क्या उसको भी अच्छे से करने हवा नहीं कि कोई ठीक है। موجیگه پکام داشت یک تا میگرفتی اپیش باشه یک کبابی شدیم دیگه ببینیم که چی میشه. چه رقم آمد اینا؟ آرون خوب گوش نشده؟ اگه مرا نه؟ نان ما دیگه تیار شد دیگه کباب تیار کردیم. کباب از قابلی است دیگه. نان خشک چیزا همه چیز آوردیم دیگه. کباب ما دونوجی است یعنی کباب پسیجه دیگه. نمی چیزا تیار شده دیگه. نوش جانش میکنیم دور عدلتان دیگه. اگر چیزی گفتنی داره درباره نان ما یا چیزی میتونین در کامنت برای ما بیان کنیم، برای ما بگوین. برنامه‌ای که میخواین ما جور کنیم منتظر نظریاتتان هستیم دیگه. با هر نظریات آدم میتونه که پیشرفت کنه دیگه. نان هم اینجا تیار است و کباب است. واه 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 ماشاءالله. جای دوستا دیگه خالی. خیر خیر برو. این سرکی تبنگ ما افتید دیگه. دیگه تبنگ ما هم سرکیش گرفتیم که زیر پای نشه. کلگی گشنه است، ساعت است چیزی کم 4-40 دقیقه بعد از پیشین دیگه آمدیم اینجا دیگه. ببینیم آب هوا خوب. آب هوا سپتامبر شده اینجا هم دیگه. تو امروز
امروز نمیفهم چند سپتامبر است. امروز 5 سپتامبر دیگه. خوب آب هوا است، روز به روز جام دیگه رو به خزان است. تابستان خلاص شده دیگه، رو به تابستان است و هوا دیگه روز به روز سرد شده میره دیگه. دیگه باش که ببینیم دیگه چی خواهد شد بعد از ایش. نان خوش در موتر است. مارا کلی ما میارم. باش که کارا بکنیم که حال ما را نان بتن. نه مرا تشکر مرا نه ما میرم. تشکر. مصطفی مرا زیاد دوست ریادم، مرا زیاد دوست دارم. میگه نه تو خیره پیش فیلم برداری تو. ما میرم کارا برات میکنم. دیگه باش که حالا برم نان خوش که بیارم که ما افغانا خو میفهمیم که نان خوش نباشه نان دل ما نمیشه دیگه. موتر است برم نان خوش که بگیرم بیایم و دیگه حالا میگن یکم کار کنیم که ما یک لقمه نان بتن. نه کار نکنی جه خو میفهمی خو در افغانستان یک اصول است میگه کسی که کار نکنه نان مان نیست دیگه. ما کوشش داریم که بریم یکم سوسو گفته هم یکم تا خدا میزنیم دیگه. کوشش میکنیم که یک نان جای نان با خود جور کنیم که یک لقمه نان مفت تن ماره دیگه. باش که در موتر ببینیم که نان خوش در کجایش هست. نان های افغانی ما هستن دیگه. ما خود افغان ها که مثل نان ها نباشه نان دل ما نمیشه دیگه. باش که این نانی چیزها رو ما بگیرم یک سیستم بگیرمش که از پیش من نفته و خاطر که یک دستم کامره است یک دستم دیگه. دروازه موتورم بسته کنیم بریم بخیر ببینیم دیگه چی خواهد شد. یا مردم هایی که آمدین همیال هم هست مردم هستی که آمدین دیگه. نان بعضی ها نان میخورن و بعضی ها یک چای میخورن و بعضی ها یک فامیلی آمدین دیگه. جون بین هفته است امروز پنجشنبه است دیگه. بخاطر با شنبه یک شنبه اینجا آخر هفته که میشه دیگه باز خوب بیروبار میباشه دیگه. بریم ببینیم که آمادگی کل چیز از یک منتظر نفر نان خشک هستن دیگه. میفهمی که نفر نان خشک هم بسیار مهم. در افغانستان ما مردم که نان خشک نباشه نان دل ما نباشه. اینی نان خشکتان دیگه. اینی نان دیگه اون خلاص شد ما میاییم پس میاییم. دوستا دیگه از ما کارهای ما خلاص شد دیگه. نان ما نخوردیم یک دقیقه سیسو چکرم زدیم دیگه. جایی که خوبش خلاص شد دیگه. امروز بازم لایک شیر سابسکرایب یادتان نره. تشکر از حمایت.